خب میخوایم دوربین رو روی باکس نصبش کنیم. طریقه نصبش رو میخوایم بهتون بگیم. خب اول از همه باکس رو یه وسط سوراخ داره، اینو سوراخش میکنیم. بعدش پیچ دوربین رو باز میکنیم. خب کنار میذاریم و اما بین سوراخه ردش میکنیم. سعی کنید 4 تا پیچش هم ببندین که دوربین محکم روی باکس وایسه. خب حالا قاب دوربین رو میبندیم سر جاش به این شکلی که اول این ور جا بزنید، این ور هم یه حالت خار داره. یه پیچم روشه، اینم صفر میکنیم که دوربین صفر بشه. حالا برای تنظیمم خواستین این پیچ رو شل میکنید، دوربین رو تنظیم میکنید. خب حالا ما باکس همون رو نصب کردیم. حالا میخوایم نصب فلکسی رو بهتون بگیم. خب برای اینکه بخوایم فلکسی رو نصب کنیم نیاز به وسیله به نام گلند داریم. اینا بهشون میگن گلند، مخصوص فلکسیه. بعد یه مهره بالاش داره، باز میشه و بسته میشه. خب حالا این گلندا سایزهای مختلف داره. این سایز 13 شه، نه فلکسی 13 که میاد اینجوری داخل این وصل میشه، اینا وصل میشه به باکس. حالا اینو بهتون توضیح میدم. یه سایز 16 داره، 25 داره به بالا. حالا ما به اونا نیاز نداریم، فقط فعلا سایز 13. اینم گلند سایز 16. خب حالا ما اینا گلند 16، اینا هم فلکسی سایز 16. خب اینا نیاز نداریم، اینا رو کنار میذاریم. خب حالا میخوایم گلند رو نصب کنیم روی باکس. ما قبلا اینا رو سوراخ کردیم که وقت بیشتری رو نگیره و فقط بهتون میگم که چجوری اینو سوراخ کنیم. برای اینکه اینا رو سوراخ کنیم نیاز داریم به گردبر سایز 22 که مخصوص گلند سایز 13. پیشکی شارژی میدیم به این شکل سوراخش میکنه. این هم همینطور. این هم از این. خب حالا میریم که گلنده ببندیم. اولی مهره بالایش باز میکنیم، به این شکل جا میزنید. این راحت جا رفت. بعد این مهره بالایش رو صفر میکنیم که گلنده یه تکون نخوره. خب به این شکل میبندیم و کامل سفتش میکنیم. این باعث میشه که هیچ حشره‌ای داخل یا گرد و خاک یا بارون اینا داخل باکس نره. همیشه سوراخش هم از زیر باکس بزنید که بارون اینا نفوذ نکنه داخل باکس. این هم نکته‌ای بود که باید میگفتم. خب بعد اینکه نصب کردین 2 تا پیچ داره، این 2 تا پیچ شل میکنین که فلکسی رو جا بزنیم. حالا این یکی رو هم نصب کنیم. پیچاش شل. خب حالا فلکسی رو جا میزنیم. بعد 2 تا پیچی که
شل کرده بودیم و صفر میکنیم که فلکسی دیگه تکون نخوره. حالا ما اینا رو با یه بست کمربندی مهار میکنیم. شما باید با بستای فلزی، اینا بستای مخصوص فلکسی از سایزهای مختلف داره. برای فلکسی 13 این بست استفاده میکنید. به این شکل بست رو چیز میکنید، بعد سوراخ میکنید و رول پلاک میکنید. به این شکل بسته میشه. حالا ما اینجا دیگه نمیشه این بسته استفاده کنیم، با بسته کمربندی اینو مهارش میکنیم. اینم از این. خب حالا فلکسی این ورا میبندیم. این ور وای میسم که دوربین. خب اینم از این. گفتیم که اینو میخوایم طریق سویچ پی او ای، اینم برق مستقیم میخوایم ببریم تو. حالا کابل کشیاش انجام میدیم. اینجا یه توضیح بدم. ما چون میخواستیم هم کابل برق رو بیاریم هم کابل شبکه، فلکسی 13 جواب نمیداد. اگرم میخواستیم دو تا فلکسی 13 بکشیم، یه ظاهرش زشت میشد که ما اومدیم از فلکسی 16 استفاده کردیم که هم کابل برق و هم کابل شبکه همزمان از داخل این رد کنیم. شما میتونید یا دو تا فلکسی بکشید یا اینکه یه فلکسی 16 بکشید و دو تا کابل رو از همین فلکسی عبور بدید. حالا اینجا ما گفتیم که اینو میخوایم به روش پی او ای نصبش کنیم. برای اینکه به روش پی او ای نصبش کنیم فقط به یه کابل شبکه نیاز داریم. کابل شبکه به این شکله. خب تشکیل شده از 4 تا زوج، سفید نارنجی نارنجی، سفید سبز سبز، سفید آبی آبی، سفید قهوه‌ای و قهوه‌ای. به این میگن کابل شبکه کت 6. کت 5 هم داره، کت 6 هم داره، تست شده هم هستش. خب حالا ما اینو میکشیم. خب ما حالا میخوایم کابل شبکه اینو بکشیم. شاید تو پروژه متراژ این فلکسیتون خیلی بیشتر از این باشه. ما الان بدون فنر این کنیم، ولی برای اینکه تو متراژ بالا بتونید کابل از داخل این فلکسی عبور بدید، نیاز داری که فنر بزنید، بعد کابل رو ببندین به فنر، بعد بکشین. اینجا چون متراژش کمه راحت این رد میشه. خب حالا ما کابل شبکه رو کشیدیم و میخوایم دو سرش رو سوکت بزنیم. برای اینکه بخوایم سوکت بزنیم از چه سوکت های استفاده میکنیم؟ سوکت مخصوص کابل شبکه، سوکت RG45. اینا مدل های مختلف داره. برای این کابل UTP که همین سوکت مناسب همین کابل، از این هم میتونین استفاده کنید. این همه سوکت های مخصوص کابل های SFTP. این کابل من UTP، کابل های دیگه هم داریم که SFTP. اینو واسه این که SFTP یکم از این کلوفتره، از این سوکت استفاده میکنن که راحت جا بره. 8 تا پین داره. بعد رنگ بندیش هم الان بهتون میگم که چجوری کابل رو سوکت بزنید. خب حالا برای لخ کردنش هم که میتونید از آچار سوکت زن که اینجا یه جای مخصوص داره که میتونید کابل رو لخ کنید. به این شکل میاری، یه بار که بچرخونی این کابل رو بدون اینکه به رشته‌اش آسیب بزنه روکشش رو میبره. حالا روکشش رو در میاری. بعد با سیمچین قسمت پلاستیکی وسطش رو میبرید. بعد این رشته ها رو از هم جدا میکنید، صافشون میکنید. نه همه رو خب حالا رنگ بندیش چجوریه؟ رنگ بندیش به این شکل. دو تا کلاس داریم. اولا کلاس A و B. ما طبق کلاس B میخوایم سوکت بزنیم.
خب حالا اینا رو رشته هاشو که جدا کردیم بعد صافش میکنیم. بعد اینکه صاف کردیم حالا میخوایم طبق رنگمندی سیماشو بچینیم. خب دو تا کلاس A و B. ما طبق کلاس B میخوایم سوکتشو بزنیم. رنگمندیش چجوریه؟ سفید نارنجی، نارنجی، سفید سبز، آبی، سفید آبی، سبز، سفید قهوه‌ای و قهوه‌ای. اینا رو در کنار هم میچینید. یه بار دیگه چک میکنید که اشتباه نشه. یه بار دیگه میگم سفید نارنجی، نارنجی، سفید سبز، آبی، سفید آبی، سبز، سفید قهوه‌ای و قهوه‌ای. حالا اون اضافه شو میچینیم. بعد سوکت رو جا میزنیم. خب حالا ما اینو جا زدیم. قبل اینکه پرسش کنید حتما یه بار دیگه چکش کنید که رنگمندی اشتباه جا نرفته باشه. یه توضیح هم بدم که شما میخواین از چپ به راست رنگمندی یعنی سفید نارنجی که چیدین، خب میخواین سوکت جا بزنین، این پینش به سمت پشت باشه، به این شکل جا بزنید. رنگمندی سفید نارنجی از سمت چپ شروع بشه بیاد به سمت راست که تهش میشه قهوه‌ای. به این شکل پینش هم به سمت پشت باشه جا بزنه. این هم از این. حالا با همین این آچارهای مختلف داره. این به صورت حرفه‌ای تره، این حالا یکم قدیمی تره. میتونی با هر کدوم که راحت بودیم. درباره آچارم یه توضیح بدم که P8 که نوشته این برای سوکت شبکه است، P6 که نوشته برای سوکت تلفونه. حالا این یه کوچیک‌تر هم داره P4 که برای سوکت دهنی گوشی‌های آیفون یا تلفن استفاده میشه اونا رو هم پرس کرد. اینم از این. ما از P8 استفاده میکنیم برای پرس این سوکت. خب جوری جا میزنی و پرس رو انجام میدی. این هم از این. خب ما حالا این سوکت پرس کردیم. چه اتفاقی میخوام اینو بهتون بگم چه اتفاقی میفته که این اتصال برقرار میشه. اگه دقت کنید ببینید این پینایی که هستش خب هنوز داخل نرفته. شما این سوکت ها رو سیما رو که جا میزنید داخل، پرس که انجام میشه این پینا میاد میشینه رو سیما و سیما رو لخ میکنه و ارتباط برقرار میشه. خب حالا ما این ورش سوکت زده بودیم، این ورش هم سوکت زدیم. حالا برای اینکه مطمئن بشیم اتصال اینا برقرار قطعی نداره میایم تستش رو انجام میدیم. برای این کارم از تستر استفاده میکنیم. یه نوع تستر داریم که به این شکله. بعد ببینید 1 تا 8 داره. خب اگر اتصال 8 تا پین برقرار باشه چراغ 8 تا پین هم روشن میشه. خب حالا میاد ارتباطشو تست میگیریم. این سوکت میزنیم به این قسمت پورت شبکش. این ریموتش هم این ور میزنیم. این هم همچنین مثل همون ور پورت شبکه داره. خب حالا میایم ببین یعنی اینکه 8 تا پینش هم ارتباطش وصله، درسته. حالا ما یه تستر حرفه‌ای تر هم داریم. خب هم تستر دوربینه و هم تستر شبکه هم داره. بخوایم با اینم بهتون نشون بدم که چه جوری. این هم یه پورت شبکه داره که سوکت شبکه رو میذاریم داخل این ورش هم که یه ریموت مخصوص خودش داره، اینم پس میکنیم این ور. خب حالا میخوایم تستش رو انجام بدیم. میایم این قسمت تیکه سبز خورد یعنی اینکه ارتباطش واسه. ببین این تستره خوبش اینه که رنگمندی ها رو نشون میده. اگه جابجا باشه اینا رو همه اینا رو نشون میده. ببین سفید نارنجی همه اینا رو یکی یکی نشون داده که
ارتباطش وصله. اگر از این قسمت مشکل داشته باشه بازم این نشون میده. اگر از قسمت ریموت قطعی داشته باشه اینم باز بهمون میگه. این تستر حرفه‌ای تره. خب ولی همین تستر کار شما رو راه میندازه. اینم از این. خب ما تستش هم انجام دادیم، مطمئن شدیم که ارتباط هم وصله. حالا دوربین این ورم وصل میکنیم. خب حالا دوربیناشو میخوایم نصب کنیم. یه توضیح در مورد دوربینا، اصلا اینا اسمشون چیه اینا رو بگم. این دوربینی که اینجا میبینید دوربین دامه، زاویه دیدش نسبت به بالت بیشتره، یعنی زاویه دید بیشتری داره. این برای محیط داخل استفاده میشه، این برای محیط بیرون. ضد آب هم هست، بارون نام خرابش نمیکنه. و اینکه خودش وارم لایت شب تو تاریکی مطلق این LED هاش روشن میشه و محیط رو روشن میکنه. ولی این نه، این وارم لایت نیست، به صورت ساده هستش، فقط IR داره، یعنی تصویر دید در شبش به صورت سیاه‌سفیده ولی این رنگیه. این هم از توضیحات دوربین. حالا بریم دوربین رو نصبش کنیم. خب اینه که میخوایم نصبش کنیم. خب این پیچش رو باید شل کنیم. این 3 تا پیچ داره. خب اینه که باز کنید دوربین به قولی چپ و راست میچرخه. این خود کلگی دوربین میچرخه، اینم که بالا پایین میشه دیگه. خب حالا پیچش میکنیم روی باکس. خب این هم از این. خب حالا طریق نصب این سوکت باید کجا بزنیم؟ ببینید این 3 تا فیش داره. یه فیش ایویه که برای میکروفون ایناست، یه فیش پورت شبکه است مخصوص همین سوکت شبکه‌ای که میخوره بهش، اینم که فیش آداپتوریه. شما اگر اونجا حالا بیشتر توضیح میدم، آداپتور رو بخرین بذارین داخل باکس، باید فیشش رو بیاین وصل کنین به این. حالا ما چون از سویچ PoE استفاده کردیم دیگه نیاز به این نداریم، چون برق از همین خودش تامین میکنه. توضیح اینم بهتون میدم. خب حالا ما اینجا فقط همین سوکت شبکه رو میزنیم به قسمت پورت شبکه، پیش شبکهش و تمام. این از این و اینا رو جا میزنیم و باکس رو میبندیم. این ورش رو چیکار میکنیم؟ این ورش هم میایم وصل میکنیم به همین سویچ PoE و این هم خودش یه آداپتور 5 آمپر مخصوص خودشه. این ورش رو میزنیم به برق، این ورش هم قسمت پاورش وصل میکنیم. حالا میخوایم این ور رو کاب کشیش انجام بدیم. خب این ورم که اینجا دیدید که فقط یه کابل شبکه کشیدیم، ولی اینجا خاطر این که میخوایم آداپتور داخل باکس بذاریم نیاز داریم به یه کابل برق جداگانه و کابل شبکه. خب اینا رو میکشیم. قبل اینکه اینو بکشیم یه بار دیگه بهتون میگم که چون ما از فلکسی کوتاه تو محیط آزمایشگاهی استفاده کردیم دیگه نیاز به فنر نداریم، ولی شما تو پروژه حتما باید فنر بزنید تا این کابل رد بشه. بدون فنر رد نمیشه چون متراژش بیشتره. شما شاید 15 متر 20 متر فلکسی داشته باشین تا پای دوربین. خب اینم از این. خب حالا ما اینا میکشیم.
این دوتا کابل شبکه و برق راحت از فلکسی 16 رد میشه. اگه 13 بود رد نمیشد. این هم حواستون باشه. خب حالا کابلشو کشیدیم. خب یه کابل برق و کابل شبکه. کابل شبکه رو مثل اون ور دوباره سوکت شبکه بهش میزنیم، مثل همین سوکت هایی که اونجا زدیم. و این ورم باید آداپتور 2 آمپر وصل کنیم. آداپتور 12 ولت 2 آمپر. ببینید 12 ولت 2 آمپر. آداپتور هم 2 آمپر داره و 5 آمپر. این 5 آمپر مخصوص خود دی وی آره، یعنی یا ام وی آر یا دی وی آر. 5 آمپر 2 آمپر ام وی آر یا دی وی آر رو جواب نمیده. برای دوربین همون 2 آمپر کفایت میکنه. خب ما اول سوکت شبکه‌شو میزنیم، بعد آداپتور رو وصل میکنیم. حالا ما دو طرف سوکت شبکه رو زدیم، حالا میخوایم آداپتور رو وصل کنیم. خب کابل رو میایم لختش میکنیم و سیماش هم همینطور. سرش میخوایم ترمینال بزنیم. از نوار چسب استفاده نکنید، ترمینال بزنید خیلی هم اصولی تر میشه. اینم از این. حالا این آداپتورش ما دیگه به این دو شاخه نیاز نداریم، اینم میبریم وصل میکنیم به همین ترمینال. شما اگر یه موقع هم آداپتورتون بسوزه دیگه راحت میتونید اینو باز کنید و آداپتور رو عوض کنید. فاز نولش هم فرقی نمیکنه، حالا هر طرف بستید بستید. خب این هم از آداپتورش. این سرش که فیش آداپتوری داره، میایم قسمتی که توضیح دادم فیش آداپتوریه، میاد میخوره به این. چون اونور آداپتور نداشت دیگه اینو نبستیم، حالا اینور آداپتور وصل کردیم. این سوکت شبکه رو میایم میزنیم به این. اینم از این. تمام. حالا اینم جمع میکنیم و داخل و درشو میبندیم. شما باید از باکس های 15 در 15 استفاده کنید که آداپتور هم خواستیم بذارین راحت جا بشه. الان سایزش 15 در 15. خب این ور که نصب شد، آداپتورش نصب شد، این سرش هم میایم دو شاخه میزنیم که فعلا ما دوربین را بندازیم که توضیحات بعدیش هم همکارمون میاد یه توضیح مفصل راجع به اینا بهتون میده. سلام. امروز میخوایم که طریق نصب دوربین مداربسته آی پی رو به شما نشون بدیم. همونطور که تو فصلهای قبل دیدیم تفاوت دوربینای آی پی و دوربینای AHD رو در موردش صحبت کردیم. امروز قراره که در مورد نصب دوربینای آی پی با هم به صورت عملی انجامش بدیم. ما این دوربین آی پی که اینجا داریم، بذارید من بازش کنم. این دوربین فقط با یک کابل شبکه ارتباط پیدا کرده به سویچمون و سویچ اینجا باید حتما پیایی باشه، چون برق و دیتای در واقع تصویرمون به صورت یکجا با یه دونه کابل شبکه داره انتقال پیدا میکنه. ولی توی این یکی دوربین داممون ما با یه روش دیگه این ارتباط رو برقرار کردیم، به این صورت که برق 220 ولت رو آوردیم پای دوربین به این شکل و یه دونه آداپتور 2 آمپر برای دوربینمون اینجا قرار دادیم که دوربینمون برق و دیتاش در واقع با 2 کابل مختلف داره تامین میشه.
این کابل شبکه که به دوربین وصله از طرف دیگه میاد میخوره به یه دونه سویچ معمولی و از اون سویچ معمولی در واقع ارتباطش با NVR برقرار میشه. پس فرق این دوتا چی شد؟ فرق اینا به این شکل شد که دوربینی که PoE هستش و قابلیت PoE داره، ما میتونیم با یه دونه کابل شبکه ارتباطش رو با سویچ و در ادامه با خود NVR برقرار بکنیم. ولی دوربینی که این قابلیت PoE رو نداره حتما باید برقش رو به صورت جدا تأمین بکنیم که یکی از راه‌های تأمین کردن برقش اینطوریه که ما برق 220 ولت رو بیاریم داخل باکس و از همینجا در واقع برق 12 ولتش رو تأمین بکنیم. خدمت شما دوستان بگم که دوربینی که قابلیت PoE داشته باشه رو ما میتونیم به این شکل فقط با یه دونه کابل شبکه ارتباطش رو با سویچ و NVR برقرار کنیم. دوربینایی که دوربینای IP که قابلیت PoE ندارن حتما باید برقشون به صورت جداگونه تامین بشه، ولی دوربینایی هم که این قابلیت PoE رو دارن هم میتونیم از این قابلیت استفاده بکنیم که برقشون رو جدا تامین بکنیم، برق 12 رو جدا بهش بدیم و دیتا رو هم جدا با یک کابل شبکه به سمت سویچ ببریم. خب حالا تفاوت این روش‌های سیمکشی چیه؟ یه سری معایب این قضیه این در واقع روش داره، یه سری مزایا این یکی روش داره. یکی از مزایای خیلی خوبی که این روش استفاده از سویچ PoE داره اینه که شما کابل کشیتون خیلی راحت‌تر و با یه دونه کابل شبکه میتونین هم دیتا و هم برق دوربین رو تامین بکنین و مقدار کابلی که استفاده میشه کمتره و راحت‌تره. ولی توی این روش حتما شما باید 2 تا کابل بچرخونین به سمت دوربین ها و اینکه حالا برق 220 ولت رو تو کل مجموعتون بچرخونین. این تفاوتاشه. حالا جزء تفاوت‌های اصلی با توجه به پروژه‌تون خودتون باید تصمیم بگیرین که کدوم روش براتون بهتر و به صرفه تره. از معایبی که حالا میشه گفت این روش داره اینه که اگر که سویچ PoE مون بسوزه یا مشکلی براش پیش بیاد، تمام دوربینایی که به اون سویچ PoE وصلن همه با هم قطع خواهند شد به خاطر اینکه برقشون در واقع دیگه تامین نمیشه. ولی تو این روش اگر این آداپتور به تنهایی بسوزه فقط تصویر این دوربین از دست میدید و بقیه دوربینا تصاویرشون رو خواهند داشت. ولی همیشه یادتون باشه که تو این روش حتما شما برق رو تو کل مجموعتون کامل بچرخونین، به این شکل باشه که برق دوربیناتون با یک کلید روشن با یک کلید قطع بشه. اینجوری نباشه که هر دوربینی رو از هر جا که شما دارین نصب میکنین برقش رو از یه قسمتی بگیرین. باید برق دوربین به صورت یک سره و یک نواخت تو کل مجموعه چرخیده بشه و مثلا بیاد بغل NVR قرار بگیره که شما اگر قرار باشه که شما در آینده بخواین UPS بذارین برای تغذیه برق دوربین ها، به راحتی اون برقی رو که از همه دوربین ها اومده به UPS وصل کنین و برقش رو تامین بکنین. تو روش آزمایشگاهی ما هر دو روش رو پیاده کردیم، روش استفاده از دوربینای PoE و سویچ PoE و روشی که برق 220 ولت رو برای هر دوربین میچرخونیم که پیشنهاد ما استفاده از روش دوربینای PoE و سویچ PoE که خیلی مزایای بیشتری داره، مصرف کابل کمتری، سیمکشی راحت تری داره و در کل اصولی تره. ما این روش رو به شما پیشنهاد میکنیم. خب حالا این سر رو میخوایم وصلش کنیم. این کابل برقی که اومده وصل میکنیم به 2 شاخه برق و این کابل شبکه رو میایم وصل میکنیم به این سویچ. این سویچ یه تفاوتی که با سویچ PoE داره، سویچ PoE گفتیم که هم وظیفش هم انتقال دیتا و هم برق رو میرسونه به دوربین، ولی این سویچ فقط دیتا رو انتقال میده دیگه، برق رو که ما از طریق کابل بردیم داخل دوربین. خب اینم وصل میکنیم به این سویچ و این سرش هم
یه ارتباط میدیم به NVR. وصل میکنیم قسمت لنش. الان ارتباط بین NVR و سویچ و دوربین برقراره که میتونیم تصویر رو داشته باشیم. خب حالا ما این سر کابل شبکه رو وصل کردیم به دوربین و این سرش هم میخوایم وصل بکنیم. این سرش رو به کجا وصل میکنیم؟ وصل میکنیم به این دستگاه، به این میگن سویچ PoE. سویچ PoE چیه؟ سویچ PoE وظیفش اینه که هم کار سویچ انجام میده. این یه سویچ معمولیه که کارش انتقال دیتاست و این سویچ PoE هم کار اینو انجام میده و هم کار آداپتور هم که تامین برق 12 دوربین انجام میده. این سویچ PoE دو تا کار همزمان با هم انجام میده، هم انتقال دیتا و هم برق رسانی به دوربین. 8 تا پورت داره، شما میتونید 8 تا دوربین بهش وصل کنید که برق 8 دوربین رو توسط این پورت ها تامین کنه. این دوتا هم پورت های آپلینکه، یکیش وصل میشه به پشت NVR اینجا، اون یکی هم اگر دوباره جای دیگه خواستیم سویچ PoE مثل همین بذاریم، از این یه دونه میگیریم میدیم به اون یکی سویچ PoE. خب حالا موندش ارتباط بین سویچ PoE با NVR. خب این دوربینی که وصل کردیم، کابل شبکه رو یه سرش رو وصل میکنیم به همین پورتایی که گفتیم برای دوربیناست. یه دونه هم کابل شبکه باید وصل کنیم به قسمت آپلینک و اون سرش هم وصل کنیم به NVR. الان ارتباط بین NVR و سویچ PoE دوربین برقراره. فقط باید بریم تنظیمات اد کردن دوربینا رو انجام بدیم و تصویر بگیریم. بریم که این کار رو انجام بدیم.